من نه کسلی بیماریم نه کسلی روحیم. من ایدئولوژی ما فقط مقصد بود که وقتم جواب کردن سون کار کردن. کسی رو که من رنج داده باشم و این فکر عقیده گمراهی کلانم هزاران بار بخشش از تمام مسلمانان دنیا من بخشش میپرسم و این خطای بزرگی کردیم. خواب دیدن در خواب جنت دیدن میگویند، التماس فهمانید. حتی البته خواب انشاءالله دو خواب میشود، خوابی رحمانی است، خوابی شیطانی است. بعض خداخواد خوابایی میشود که از طرف رحمان میشود. من دیدن جنت در خواب حق است، حتی دیدن خدا در خواب حق است. دیدن پیغمبر بزرگوار، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در خواب حق و راست است. حتی امام اعظم میگن رأیت ربی فی منامی فی احسن صورت. من دیدم میگه خدا من میگه در خوابم بهترین صورت. و یک روایت میگه 100 مراتب خدا را من دیدم. خدا را در خواب دیدن، خدا با انسان هم صحبت کردن حق است و راست است. اینا تصدیق میکنی. خدا دیدن در بیداری درست نیست عزیزان من. در بیداری عموما ممکن نیست خدا را دیدنش در بیداری. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم شب معراج نزد الله رفتن. درسته؟ الله پیش مهمان شدن. الله کتی هم صحبت شد. سوره التحیات کتی گپ زدن به الله آسمانات. نه که کیفیت الله محمد علیه السلام بیان کردگی نیستن. برای همین خدا دیدنش در این دنیا ما قدرت نداریم. این چشمای ما و شما مثال از من یک تمن آفتاب دیدنش با چشممون خیره شده ساده است. یک آفتاب چون که الله نور زیاده است، نورش که زیاده بودن بعد ما حق نداریم در دنیا با این چشمایی که خدا خواهد پرگناه، با این چشمایی که اندک خدا خواهد در آفتاب خیره شده است، ما الله دیداش دیده نمیتونیم. موسی علیه السلام دعا کرد، پروردگار گفت یک جمال تمنا نشونته. گفت نمیتونی. گفت ای موسی، گفت بسیار زاره کرد. همین طرف کوه از زیر 70,000 پرده میگد یک بار همین خیلی طرف کوه دید که در گرفته برفت. عزیزان من نیکی دیدن جنت، دیدن دوزخ حق است. خدا اگر ای زیاد برایی دوزخ یک بار نشان میتیه. بین میگه دنی عذابا را بین، یا که جنت نشان میده در جنت سیر داری، در جنت انشاءالله خدا خواهد حرکت داری، یا که از میوه های جنت خورده ساده. من یک دختر یک روز به من شکایت کرد، گفتم داملا من در خوابم میوه جنت دادم، من یک سیب جنت خوردم، او خیلی تم، او خیلی بو، او خیلی مزه گفت تا حالی نیست. داملا جان حالی هم از دهنم نرفته. عزیزان من اگر خدا بخواد من بعضی ها در خوابش حج کرده ساده است یا ناتوری می من با گاه زنگ میزنم داملا جان خواب بینم در حج گشتم. این بخت این آدم های صالح خدا خوابای خوب نشان میتیه. آدمایی که بد رای بد میگیرید دوزخ نشان میده حق است و راست است. عزیزان من شما خدا خواهد این شک و شبهه نکنید. خوابای شیطانی میشود انشاءالله خدا خواهد. گاه من در خواب میدانی اکثر مرد است میگن که شیطان زدهش. طوری می همه شیطان به صورت یک زن میشود میآید و تو جاگه خواب میکنن. این روح همه خیلی چیزی پر قوت است که عزیزان من جان بینه نه تمامی دروازات محکم میکنی. نیک روح برمده در یک کود گشته، روح برمده در یک کود گشته. یک کود یک واقعی کراش اگر مباد یک کود کرام اگر خواب تو نمیبینی ملیسا سر دارن، بلا سر داره، عجینه سر داره یا نمی خوابم حق انشاءالله خدا خواهد. یگان شبهه شک نیست. شاید خدا خواهد الله بینی، شاید من میگم محمد اگر خواهی کسی خواهد که محمد در خوابش بیند انشاءالله خدا خواهد چیکار کن؟ انشاءالله آب بازی کن، بدن تمامی وجود تا پاک کن، محمد علیه السلام حقشنه دو رکعت نماز خون انشاءالله خدا خواهد. استای دل صلوات گفته خورا انشاءالله محمد میآید پیشت، میآید محمد علیه السلام برای زیارت شما میآید. مشفق ما و شما است انشاءالله خدا خواهد. این حق است و راست است. یگان کس این کار کرده چون که عالم خواب است.
من از خواب میبینی پدر تا که خدا خواهد چی هست در دوزخ یا که در قبر عذاب کشته است. میبینی یک عزیز خدا در خوابش پدرش میبیند. بینید عزیز خدا در خوابش میبیند که تمام رنگش دیگر یک عالم بود. میگه تمام رنگش دیگرگونش دیگه است. گفت پدر، گفت آخه تو در دنیا عالم بودی، چهره زیبای نورانی داشتی، یه احوال طبیعی چی گپ است؟ بچم گپ نزن. با مجرده که من در قبر موندن الله سبحانه و تعالی ندا کرد، گفت ای بندم کنی بگو چی آوردی پیشی من. گفت من گفتم که میگه 60 مراتب حج کردم خداوندا، 60 مراتب حج کردم، برای خود طاعت و عبادت کردم. خدا میگه با من در کار نیست. وقتی که کلمه در کار نیست شنیدم میگد چنان در بدن من میگد لرزه فرا گرفت که میگد حتی دندونا من نوکا شکستگی. ای ترس خدا چی میگم؟ بعد میگد خدا میگد با ندا کرد که بندم میدانی یک کاری تو با من معقول شید، یک کارت. روز میگه در کوچه گذشته سادادی میگه یک خارک میگه در زمین خواب بود، همون خارک گرفتی میگه دو در گوشه رمونده که یگان مسلمان پاش آزار نکشه. از توفیل همین خیره که خودت میدونیست که من کردی، من همه عملات قبول کردم. عزیزانی من، شما خیال نکنه که با یک نماز تو جنت میدرایی. این نماز یک ریشه است انشاءالله خدا خواهد. این ما تنه دارد، شاخ دارد، بر دارد. وقتی که نماز خوان شد یکن تمام افعال تا گردون 100 گرادوس نه 200 گرادوس گرد کن، تمام کن. اخلاق تا خوب کن، رفتار تا خوب کن، گفتار تا خوب کن.